خیز مادر خاک وطن آمده جانم به قربانت ای ساربان برادران. اینهایند قطره از دریای ایجاد سرودهای جمشید اسماعیلوف که با لحن شیرین و صدای مهین سروده شدند و تا امروز در گوش ما صدا می‌دهند. جمشید اسماعیلوف در فعالیت ایجادیش زیاده از 60 سرود مؤلفی خود را برای مخلصان و دوستداران صوت و نوا باقی مانده است. امروز یادی از هنرمند زنده یاد کردیم و به زیارت قدمجایش آمدیم. سراغ شهر دوشنبه، کوچه ناصر خسرو، خانه 21. زندگی چنان آفریده و ساخته شده است که در هر یک دور و زمان و یا مرحله های عمر وقتی که حیات هر روزه ما همه روزه ما شادی و طرب بزم و خرسندی ها و برد و باخت و نابراری های زیادی نیز دارد، ابر مردان و شخصان علایده با قلب پر از محبت توانا دریادل و دردآشنا به مثل استاد زنده‌یاد جمشید اسماعیل روی صحنه زندگی می آیند و با هستی خود با گفتار و رفتار نکو با خدمت‌های شایان و شایسته و زحمت‌های زیاد به نفع مردم با عقل و ذکاوت با فضل و خیرت با هنرمندی و صاحب هنری خود زندگی ما را زیباتر و شکوفاتر و گواراتر نموده روشنی و مهر و نور و صفای دیگر می بخشند. وقتی که هنرمند مردمی این واژه این عباره بسیار افتخاری برای هر یک هنرمند، برای اخلاصمندان هنرمند مقدس است، صدا می‌دهد در جامعه، در یک انجمن، در یک مجلس. خواهیم نخواهیم دلخواه آدمی که این عنوان میشنود فکر میکند که همین ارزنده بود، ارزنده هست یا نه. اما ارزنده ترین هنرمنده که این عنوان حفظ کرد و عین مدعا صاحب گردید استاد جمشید اسماعیل بود. واقعا هم ما در دوره‌های جوانی نورسی نه تنها ما همه یک غلغله‌ای که جمشید اسماعیلوف سالهای 80 داشتن در صنعت تاجیک که
همه گوش میکرد، همه رادیو و تلویزیون گوش میکرد وقتی صدای جمشید اسماعیلوف با سرودهای وطن دوستی و سرودهای تاجیکستان عشق محبت همه سرودهای شنیدنی بودند و فرقیت جمشید اسماعیلوف از دیگر هنرمندان مردمی در آن است که من دیگر را نه زدنی نیستم. جمشید اسماعیلوف شادروان مورد شناس و موقع پذیر بودند و میدانستند که در همین شب و روز که برای دل مردم، برای روحیه مردم برداشتن چی سرود باید خواند. جمشید با یک لحنی به خودش خاص در دل مردم تاجیکستان جای یافت. سرود و آهنگایی که جمشید می‌نواخت همه مردمی بودند، همه خلقی بودند. برای همین هم در تاجیکستان، نه فقط در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان نیز او را خیلی دوست می‌داشتند. ما قریب که در تمام گوشه کنار تاجیکستان همراه جمشید بودیم. در توی تماشاها بودیم، مجلس و محفل‌ها بودیم و من می‌دیدم که مردم چقدر با یک محبت، با یک احترام به جمشید اسماعیلوف مناسبت میکنند. من همیشه فکر میکردم که چرا مردم اینقدر جمشید رو دوست میدارند. همین از کجا سرچشمه میگیرد. آهسته آهسته من اینو معاین کردم. دیدم که این جمشید از اول، از دوره آغازی همین سرایندگی فقط برای مردم، برای خلق خدمت میکرد. همین مهر و محبتی خلق هم برای همین خدمت‌های جمشید بود. بسیار باشید محفل ها را بود، بسیار صحبت های خوب داشت، موسیقی را بسیار خوب درک میکرد. من همیشه در همه هنرمندای کشفی ندیدم راستی گپ. تا حالا هم ما هنرمند کشفی داریم که ناجور میخواند، لیکن جمشید این خیلی نبود. جمشید موسیقی را اینقدر خوب احساس میکرد، اینقدر خوب میفهمید، درک میکرد، به خودش قبول میکرد، هضم میکرد. پدرم برایم هم قبله‌گاه بودند و هم مصلحتگر و مشکل کشای زندگی. آن کس همیشه کوشش میکردند که ما در زندگی محتاج کسی یا چیزی نباشیم. شب و روز زحمت میکشیدند، ایجاد میکردند. برایمان تمام شرایط‌ها را فراهم آورده بودند. هیچگاه خستگی و یا مشکلی پیش آمده‌اش را آشکار نمی‌کردند. همیشه به خانه با چهره گشوده و لبان پرتبسم درآمدند تا ما پریشان خاطر و حسدیل نگردیم. هنگام در کار بودنشان سر هر لحظه به خانه زنگ زده از احوال خانواده پرسان می‌شدند. خیالم به این واسطه خود را آرام و آسوده می‌حسابیدم. هر گاهی آواز شیرین و تکرارش را میشنوم به دل میگویم پدرم زنده است. واقعا هم او برای ما زنده و جاوید است. اصلا جمشید اسماعیل یک ایجادکار محبوب مردم بود. بسیاری ها احترامش کردند، دوستش می داشتند. حتی سرور دولت در یک واخوری چند سخن درباره جمشید گفت در حاضرش که از این ده برای آدم ایجادکار قدردانی بلند نیست. وقتی آدم نوازش میکنن، سخن خوب میگن، این بهترین مکافات است، بهترین سرور برای ایجادکار است. من گمان میکنم بعد همو
کدام شراره دیگر در دل جمشید در تنور دلش پیدا شد که ایجادیاتش قوت دیگر گرفت. خصوصا درباره خودشناسی، افتخار ملی، وطنداری شعرهای خوب ایجاد کرد که همگان تکرار میکنن برابر خواندنش و امروز خزینه او بسیار غنی است، بسیاری بهره میبرند. در آواز او یک شیرینی بود که کسی که یک در دلش یک علم داره یا محبت داره همون را قوت میبخشید، یا نور دیگه میبخشید. برای همین همه سرودهای او را خصوصا در سرودهایی که درباره مادر از اول اعتبار میدادن. خصوصا راه ایجاد بسیار دشوار، راه دور و دراز است و این مسافر به هر مسافر هر رنگ نصیب می شود برد در این راه. یکی در اول به قله مقصد نزدیکتر می شود، زودتر می رود، یکی آهسته آهسته گام می گذارد مانند آفتاب، لیکن در یک روز از شرق به غرب می رود، دیگر تا آخر عمر می پیماید. همین گونه سیر داره ایجادیات. جمشید در سالهای آخر بیشتر ایجاد کرد. جمشید من فکر میکنم که در موسیقی کسبی تاجیک یک تبدلات در آورد. برای چی؟ مخصوصاً در همین 2-3 سال آخر اینقدر سرودهای وطندوستانه و اینقدر سرودهایی که امروز وصف تاجیکستان را ما ترنم میکنیم، این سرودها با سبک جمشید و آهنگ جمشید بسیار طلعم آمدند و این سرودها را ببینید که در تمام چهاربینی‌های دولتی و در تمام میدان‌های ورزشی این سرودها بسیار با متنتن صدا دادند که جمشید را یک بار دیگر اثبات ساخت که جمشید در حقیقت هنرمندی اصیل است. سر و پای جمشید اسماعیل عبرت بود برای هر هنرمند. صحبتشون گرامی بود. خب دویم در درون سرود بودن و با من صحبت میکردن که یک ترانه فرقه جان از تلفنی همراهشون میبردن، میگفتن که یک ترانه با همین ترانه رو گوش که یک چیزی جدید ساختم. خب گوش میکردم، خب یگون موضوع وطنداری حتما اگر 2 ترانه میکردن 3 ترانه حتما 2 اون وطنداری بود. او افتخار و نصرتی ارمان ملت فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت فرخنده بخت و حمد و ثنا خوان ملت گویان مدام یارو برادر به هم شویم بیا که
زهی هنری که جامعه را سوی نیکی، سوی حق، سوی خیر، سوی زیبایی هدایت میکنه. همیشه در برنامه های او یک چقدر میگم یک فضای بسیار سالمی فرهنگی و معرفتی ایجاد میشد. یعنی مخلص تربیت میگرفت. یعنی هنر اصیل، ترانه های جذاب مخلص را به سوی نیکی، به سوی خیر، به سوی آداب حمیده هدایت میکرد. جمشید اسماعیلوف بجز از اون که بسیار هنرمندی چیرده است، هنرمندی بسیار پسندیده و هنرمندی که از دل میسراید، بجز از این بسیار صدایی دلنشین داشت، گوشنواز داشت و من تا کنون نشنیدم که فلان سرود جمشید اسماعیل برای ما چندان پسند نیست یا فلان سرودش به متن به آهنگ موافق نیست. همین گپ تا کنون من نشنیدم. زیرا هر چیزی که هر آهنگی که انتخاب میکرد، هر متن انتخاب میکرد، وابسته به تقاضای دور زمان، وابسته به تقاضای دل هنرمند. بسیار در صحنه آزاد بود، در سرودخوانی وابسته به منطق شعر، تقاضای آهنگ حرکت میکرد. نگاه ها که این خاص یک اکتیور کینو است و همین خصوصیت اکتیور کینو رو جمشید اسماعیلوف در خواندن سرود به همه مخلصان اهدا میکرد. برای همین دلنشین بود، برای همین به خاطر ما بود. جمشید یک هنرمند خداداد بود. جمشید این صدایی که جمشید داشت، این صدای خدادادی بود. جمشید یک مرد بسیار آرام، خاکسار و مثل شعرهایش، مثل ترانه‌هایش خیلی زیبا بود. با همین شعر و ترانه‌های زیبایش در دل مردم جای خود را پیدا کرده بود. همه ما شاهد هستیم که کیها بالای صحنه آمدن و چگونه از صحنه از خاطر مردم زدوده شدند. اما جمشید اسماعیلوف در قطار آن هنرمندان، آن بزرگان صنعت تاجیک است که در خاطره ها تا آخرین نفسش ماند. تا آخرین نفسش، یعنی به تعبیری که موقع و مرتبت خود در هنر گم نکرد. گلخوار شد و جلوه در این خاک نماند. کین است همه مهر دل پاک نماند. میدان ستاره هنر گشت زمین، استاره رخشنده به افلاک نمود. ستاره هنر و مهتاب هنر و خورشید هنر جمشید اسماعیلوف در وجود خود گنجاند. او دعوای ستاره، دعوای خورشیدی، دعوای مهتابی نکرده بود. اما مردم اعتراف کردند که مقام مرتبت هنر، ستاره هنر، مقام مرتبت خورشیدی هنر و در وجود جمشید اسماعیل نهفته است و او جمشید هنر و با همین عباره جمشید هنر از دنیا رفت. تو رفتی و تصویر تو در دیده من ماند. تو رفتی و تصویر تو در دیده من ماند. خندیدن و تقبیلی تو در دیده من ماند. در دیده من ماند. خندیدن و تقبیلی تو در دیده من ماند. در دیده من ماند. رفتی و نرفت ابرو و میچگانی تو از یاد. رفتی و نرفت ابرو و میچگانی تو از یاد. شمشیری تو تیری تو در سینه من ماند. در سینه من ماند.
صحنه مقدس صنعت توجیک و تماشابین صاحب ذوق صوت و نوا هنر والای و نوتکرار جمشید اسماعیلوف را به طریق همیشگی به لوح یادها ثبت نموده است. جمشید اسماعیلوف در واقع سرودهای سراییدن که خرد و بزرگ را مفتون خود کرده بود و با اطمینان گفته میتوانم که جمشید اسماعیلوف هنرمند خوش سلیقه و خوش ذوق صنعت تاجیک بود.